سلام حالتون چطور؟ من بردیار هستم و خوش اومدین ویدیو. امروز قرار با هم دیگه بریم سراغ انجام دادن چالش های بندیت. چالش های بندیت نه تنها اینکه جذابیت خودشو داره، بلکه بهمون یه ست جذابم میده که در آخر ویدیو بهش میپردازیم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. چالش اول از ما میخواد که از 5 تا ساکن شهر دزدی کنیم که فقط کافیه به شهر امرال رنج بریم، چون که همیشه مردم آرومی داره و با کشیدن اسلحه و زدن دکمه راب ازشون درخواست پول کنیم. I guess this'll have to. First, am I not being clear about this? Okay. Come on. بعد از دزدی از نفر پنجم این چالش تکمیل میشه و میتونیم بریم سراغ چالش بعدی. چالش دوم از ما میخواد که 2 بار از دستش کجا دزدی و اونا رو در فنس بفروشیم. فقط کافیه به فنس برید و راکبری رو قیمت $25 ازش بخرید. بعد به ایستگاه قطار امرال رنج برید. اگر درشکه براتون اسپان بود که هیچ، اگر نبود این کار رو انجام بدید تا درشکه براتون اسپان بشه. حالا با لاک بریکری که خریدیم در پشتی گاری رو بشکنید. Hey, you stop. Shut up, damn it. بعد یک آیتم از پشت گاری وردارید تا دزدی براتون حساب بشه. بعد حالا خود گاری رو به فنس گاری که در امرال رنج هست ببرید. Whoa, figured this might be of interest to you. بعد از فروختن گاری چالش دوم هم تکمیل میشه و میتونیم بریم سراغ چالش سوم. بندیت 3 از ما میخواد که در یک روز از 4 تا مغازه دزدی کنیم که فقط کافیه به شهر ولنتاین برید. Open that thing. Now. اول به دکتر برید و ازش درخواست کنید که صندوقش رو باز کنه. بعد از برداشتن پولای صندوق از اونجا دور بشید تا وانتدیتون برداشته شه و دوباره وارد شهر بشید. حالا به اسلحه فروشی برید و از اسلحه فروشی درخواست کنید. فقط حواستون باشه که اسلحه فروش مقاومت میکنه و به محض اینکه خواست اسلحه‌شو در بیاره دکمه بی رو بزنید تا اونو بیهوش کنید. بعد از برداشتن پولای صندوق اسلحه فروش از اونجا دور بشید تا دوباره وانتدیتون برداشته بشه. All right, hands up. این بار به ژورنال استور بیاید و ژورنال استور هم تهدید به باز کردن صندوق کنید. Must feel good taken from others. Just get out of my way. بعد از برداشتن پولای ژورنال استور حالا به والاس استیشن برید و از ژورنال استور اونجا هم دزدی کنید. Okay there. Open the register right now. All right, I'll do as you ask. Just don't. Whoa, don't hurt me. I'll cooperate. This shop makes so little. You taking what's left. You ain't scaring nobody. بعد از خالی کردن داخل ژورنال استور این چالش تکمیل میشه و میتونیم به سراغ چالش بعدی. Colored man can never get ahead in life. چالش بعدی از ما میخواد که در یک روز 3 بار ازش گشا دزدی و یا اونا رو در فنس بفروشیم که دوباره به ایستگاه قطار امرال رنج برید، در پشتی صندوق رو بشکنید، یک آیتم وردارید تا دزدی حساب بشه. بعد گاری رو به فنس بفروشید. Seems to be in order. I'll take it. Don't spend it all at once. حالا دوباره به ایستگاه قطار برگردید و همون کار رو انجام بدید تا درشکه براتون اسپان بشه.
با لاک بریکری که خریدیم دوباره در پشتی صندوق رو بشکنید. Stop right there, goddammit. به صاحبش رو تهدید کنید. Okay. Don't worry. یک آیتم وردارید که دزدی حساب بشه. حالا میتونید همش رو وردارید. چالش پنجم از ما میخواد که $250 در یک شهر بونتی بگیرید که یه بلیت بگیرید به شهر ولنتاین و داخل قطار آشوب به راه بندازید. چرا قطار؟ چون که قطار بونتی بالایی داره. بعد از چند دقیقه آشوب به راه انداختن این چالش تکمیل میشه و میتونه بریم سراغ چالش بعدی. بندیت 6 از ما میخواد که 5 تا اسب رو به فنس اسب بفروشیم. فنس اسب در این نقطه از مپ هستش و در چپتر 3 براتون واز میشه. فقط کافیه سوارکارایی که از اونجا رد میشن رو بگیرید، بکشید و اسبشون رو به فنس بفروشید. Careful as you go, Clive. Get it fed and watered, Clive. That's our profits now. Clive. بعد از فروختن پنجمین اسب این چالش تکمیل شد. میتونیم بریم سراغ چالش بعدی. چالش هفتم از ما میخواد که $50 از مسافرها بدزدیم که فقط کافیه یه تیکت بگیرید به شهر سنت-دنیز چون که اونجا مسافرای پرپولی داره. Now, I sure you bitch folks want my car with your money. Money, now. Hand it over. Okay, take it. بعد از دزدی از دومین قطار این چالش تکمیل میشه و میتونیم بریم سراغ چالش بعدی. چالش هشتم از ما میخواد که 7 واگن رو به فنس واگن بفروشیم. فقط کافیه واگنایی که توی بازی میبینیم رو به شهر امرال رنج بیاریم و به فنس واگن بفروشیم. Don't spend it all at once. And this is for you. And this is for you. And this is for you. Spend it wisely. Here. Pleasure. بعد از فروختن درشکه هفتم این چالش تکمیل میشه و میتونیم بریم سراغ چالش بعدی. چالش نهم از ما میخواد که 3 نفر رو ببندیم و روی ریل قطار بندازیم. فقط کافیه به ایستگاه امرال رنج برید چون که اونجا همیشه 3-4 نفر هست. دست و پاشون رو ببندین و به روی ریل قطار بندازید. I ain't gonna stick my neck out for no one. Help! Somebody! بعد از انداختن نفر سوم این چالش تکمیل میشه و میتونیم بریم سراغ چالش آخر. چالش آخر از ما میخواد که 5 بار بدون دستگیر شدن از قطار دزدی کنیم. فقط کافی از اولین نفر به درب خروجی دزدی کنید و از اونجا دور بشید و دوباره برگردید. Time to share the wealth, folks. Good lord. No, of course. Take anything. Just don't. I'm sure you fine people won't mind giving me all your money. Money to spare, folks, so give it all to me. to get out of here. You بعد از دزدی پنجم از قطار این چالش تکمیل میشه و میتونیم بریم سراغ پاداش. به پیشر ترپری برید، وارد بخش ریکیوب اکیومنت بشید و
و تجهیزات ارتقا یافته بندیت رو بخرید که تنها ست کاملا مشکی بازی و از نظر من خوشگل ترین ست بازی رو هم بهتون میده. این بود از انجام دادن چالش های بندیت. اگه از ویدیو من خوشتون اومد کمک خیلی بزرگی میکنه. اگه ویدیومو لایک کنید و چنلمو سابسکرایب. تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.